I don't know. سلام آشقای دنیای دارک وب دیفلوپ چطورید؟ من ماری دارک هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دارک وبی دیگه بعد مدت ها. آقا امروز با تستر پارکر میریم سراغ یه سایت تو دارک وب هستش که ازت کلون میسازه. یعنی تو مثلا دی ان ای تو میرسونی دست این سایت و این میاد ازت یه کلون میسازه، یعنی مثلا یه کپی از تو میسازه که تستر و پارکر میان تو این سایت و میخوان این حرکت رو انجام بدن که یه اشتباهی میشه و اتفاقای ترسناک میفته. مثل همیشه تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب میاتتون نره، دوستتون دارم و لتس گو. بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو پسر. خب آقا ویدیو از اینجا شروع میشه. اینا رفتن داخل سایت اینجا. خودتون زیرنویسش رو بی زحمت از پایین بخونید دیگه، قربونتون برم. عشق منی. Okay, so reading the description on this site, it says your brother will bond with you, protect you, and nuzzle you tightly in the warmth of his arm. من اولش رو یه کوچولو دیدم، یعنی اینجا رو من دیدم خودم. حالا شما ببینید. Bro, why would you possibly want that? I never had an old. یا میخوان از دارک وب یه سایت، یعنی میگه یه سایتیه که تو میتونی دوست صمیمی به خودت بخری و که اینا حالا یه اتفاقای این جلو جلو میفته. We have Hubert, Melvin. قیمت ها رو ببین 1600 تا 2900 تا. This guy looks cool to you. Okay. Looking at his interests, it says he likes to cut off your hair and اینجا test it whilst you sleep. این بایو یعنی بیوی طرف رو نوشته مثلا. And he also has an interest here of میگه sorting. این کارا رو دوست Can we داره. just check out a different one? All right, let's go to a different one. Well, let's check out this Doodles guy. Hold on. او اینجا براشون یه تبلیغ باز میشه دوستان. اینجا براشون یه تبلیغ باز میشه. We will make your perfect clone. Dude, that sounds sweet. Imagine having like 3 of me. I'd rather اینجا داره میگه که خیلی باحالی میشه اگه 3 نفر باشیم، مثلا از من 2 تا باشه. Bro, چجوری bro, let's میشه؟ just take a look. Okay, fine, but then we're going right back to this brother site. Dude, look, all you need is a little bit of DNA, like spit or skin, and they آه can 100% میگه یه clone دی ان you ای in a از week. Isn't that پوستتون، از crazy? آب We have to try دهنتون this. نیاز Let's do داریم. you first. I said no. We can't just make people out of nothing. It's playing God, and I'm not okay with it. It has 100% success rate. If we just send a little in, then we can make another. No, that's enough. I know you usually get your way, but I'm not doing that this time. We can maybe try going on that brother site again tomorrow, but for now, delete this clone stuff off my computer. اینجا داره مخالفت میکنه. خب Okay. Jeez. Okay, so Parker usually doesn't آره get یه like this, پارکر but I think if you mess مخالفت with میکنه ولی person- تستر اینجا میخواد یه حرکت فریکی بزنه که خیلی داستانا میشه. Okay, so it turned out not to be all that expensive, and Parker's credit card was actually auto-saved on the computer. So it says here, all I need to do is ship some of his salvia چند to تا؟ this 3000 address, دلار. and then I can get my Parker clone. دو 90 میلیون اینو 100 Let's میلیون go! Okay, I got a plan. از کارت پارکر خریدشو میزنه، یعنی داداشش. اینا رو هم بهتون میگم حالا داستانشو بدونید. اینجا میاد پیش پارکر و به پارکر میگه که سگمون یکی رو گاز گرفته. این که میخواد بره سری دی ان ای پارکر رو اینجا میدزده ازش. Yeah, the dog got out. He حالا شما ببینید. What? میگه آره ببین، میگه سگمون همسایه رو گاز گرفته و ازمون شکایت کرده. Dude, why wouldn't you try to get him? I don't know, it's your dog. الکی میگه، این اصلا دروغ میگه بهش. لیوانشو برداشت که اینجا این استارباکسیه دیگه، یعنی این بیلی بلکش خورده. Okay, I got some of Parker's DNA. میگه دی ان I'm ای gonna take it to پارکر the رو mailbox برگشت now. برداشته. اوه اینو میخوره زمین. من تا اینجاش دیدم. اینجا سگه این لیوانه رو لیس میزنه. اولی شت پسر. حالا با هم میبینیم که قراره چه اتفاقایی بیفته. But I think it's still fine. همتون So گم I'm gonna just put it سابسکرایب in هم the یادتون mailbox نره. now. اموری اولی شت. اینو میذاره تو این بیلی بلک پسته. 2 هفته بعد 2 weeks later. Okay, so it's been a couple weeks since I sent in Parker's DNA, and I just got an email that our clone was delivered. I'm gonna go get میگه Parker. ایمیل برامون داده کلونتون تحویل داده شده. اوکی let's go man let's go. برو ببینیم که قراره چه اتفاقای ترسناکی بیفته. Honestly,
What do you want? پارکر رو میاد از خواب بیدار میکنه. میخوای رفیق من برات یه سورپرایز، میگه من برات یه سورپرایز دارم. اوه شت پسر. ساعت 12 شب 11 و 5 12. You really don't like surprises. صدای هواپیمایی میاد. امیدوارم تو ویدیو Just نیفته. open the door. یه در رو باز کن. اوه شت. Dude, you did not go on that site again. میگه did you? دوباره به اون سایت رفتی. میگه آره دی من کرانه تو رو سفارش دادم و اینجور داستان. You're telling me there's a live clone of me in there? من تا اینجاهاش نگاه کردم، یعنی بعد اینو اصلا ندیدم. دوست داشتم با هم ببینیم ویدیو رو. Dude, I'm so excited. من این ویدیو جدید تست پارکر رو دوستان. ویدیو قدیمی نیستش، خیلی جدیده. اوه چه باکس بزرگ و ترسناکی داره. یه انسان دیگه باید داخلش باشه. Grab me the scissors. دیگه برو گیتی رو برام بیار. اوه چه Dude, there's all this plastic in here. میگه این همه پلاس یه چیزی داره تکون میخوره داخلش. اوه شت پسر این مگه انسانه؟ این مگه What the fuck؟ Ew, dude, something's wrong with it. داداش این شبیه هر چیزی هست جز پارکر. این آب سگه بهش اینو بهش میگه اون So you're telling me سگ that لیست thing داد in the برام. box is a combination of me and the dog. پشمش ریخته خودش. Dude, you created this thing. It's our responsibility now. میگه باید از شرش خلاص بشی. No, dude, this thing is messed up. Let's just let it outside or something. Dude, you don't get it. This thing was born or made in a lab because of you. That means we have to take care of it. No, dude, this thing is creepy. I don't want it in the house. Wait, hold on. Where's the clone? او میگه کلونه کجا رفت؟ اوه خدا We're gonna go look for it. پشمام. بازی کلونه در رفته ساعت 12 و 7 دقیقه. Bro, I have no idea میگه من نمیدونم کجا Dude, رفت. we cannot have it in the house. چیز فریک و ترسناکی بود. یه صدا اومد. Take one over here. یه صدای ترسناکی اومد. اوه شت. It's over here. اون جلوته من دیدمش. اوه یو خدا. Hey, little buddy. Is everything all right? داره باش حرف میزنه. Come here, buddy. یعنی یه مخلوط سگ و انسانه دیگه. خودتون We حساب gotta کنید get چه this thing چیزی out of the در میاد. house. I was hoping it would be a perfect clone of you. Listen, all I know is if this thing comes from my DNA, that means we're family. What? He's like my son. What? No, it can't stay here. اوه پارکر میگه این خیلی شبیه پسر منه چون از منه. Parker Jr. Dude, we can't اسمم sleep براش with him. گذاشت He پارکر could be جونیور. Junior's dangerous. not dangerous, but if it makes you feel این better, زدن it's همچین چیزایی مثلا کاری ندارم فیک یا درسته. همچین سایت هایی هستش واقعا همچین اتفاقی تو دنیا هستش که میتونن کلون یکی رو بسازن از دی ان اش. میتونن کپی شمایی که دارین ویدیو رو بسازین مثلا میبینی دارم میتونن کلون شما رو بسازن. Okay, buddy. This is just for میندازه tonight. داخل I'm getting my قفس. room ready so you can stay in Holy there shit. tomorrow. Dude, this thing's disgusting. It looks sick. We should just get someone else to دعیوز take خودش it. سفارش داده Look, خودش this هم thing میگه has باید my بندازیم DNA. بیرون. He's my blood. We're not getting rid of him. Tomorrow when we wake up, we'll all play together and you guys will get along. Dude, I'm not doing that. Listen, this discussion's over. Can you stay here and watch him? I'm gonna go. خداییش Okay. دارم اسباب کشی میکنم این هفته خونه جدیدم. هر روز ویدیو میذارم هر روز خرید میکنم از دارک وب. یعنی الانم اومدم آلمان خدا رو شکر. اینجا دست و بالم بازه. مثل دیگه ایران نیستیم. براتون خرید میذارم اگه لایک های کامنت های ویدیو هم رو بتر کنید. خرید میکنم از دارک وب. شت. What? Why are you freaking out? Dude, we gotta get rid of this thing. It's freaking out. It just talked. چی Hey, شد؟ buddy. Is everything okay? Look, he's fine. Just don't mess with him again. Dude, I اوه was. میگه اصلا دیگه تو باش حرف نزن و خوب داره با من حرف میزنه چون از دی ان ای پارکره. Daddy's gonna go to sleep, but I'll see you tomorrow. Bro, I don't trust him. I'm putting a camera down here tonight. Okay. Listen, just leave him alone tonight. I'm gonna go to sleep. Dude, you should listen to me. میگه من میرم پارکر میگه من میرم بخوابم و اینجا هم یه دوربین میذاریم که
ویدیو اینو بگیره، یعنی تو طول شب ویدیوشو بگیره ببین چی کار داره میکنه. Okay, so I just got into bed and I finished تستر setting up a few ریده به cameras around خودش the house. رسما. I know Parker wants to keep ای this تو thing, خودت but I think سفارش it's دادی really دیگه، من این چه dangerous. کاریه؟ I guess the only thing we can do right now is go to sleep. Okay, good night. شب بخیر. شب تو هم بخیر. ما رفتیم بخوابیم. موسیقی اتاق تستریز رو خوابیده. اینم حاله، یعنی اون راه پله شونه. اینم که زیر زمینه. یا خدا چی چیز ترسناکیه، جدی دارم میگم. این ترکیب سگ و انسان یه همچین چیزی در میاد. موسیقی یا خدا. به نظرتون هم میخواد چی کار بشه؟ یعنی چه اتفاقی بیفته؟ چه صدایی داره؟ در اومد. به خود این حمله میکنه تسته. این از یا خدا رفت که پارش کنه. در رو داره باز میکنه. آشپزخونه است. راه رفتنشون رو ببین، سوسکی داره راه میره. ببین میگن سوسکی راه رفتن. برو ببینیم میخواد چی کار بشه. برو let's go man, let's go. یا خدا راه پله رو رفت بالا. اتاق تستره. به خدا میخواد به این یه کاری کنه. داره در رو باز میکنه. اون در زد و این الان تستر بیدار شده. خب یعنی اون اونجا کوبید به دره. اینم داره میگه یه صدایی تو راه رو شنیدم. یا خدا حمله نکنه بهش. میگه اینجا چیزی نیستش داداش. خب یارو که کس. What do you want? What's that mean? چی گفت بهش؟ What are you doing? اینطور معنیش کن اینو دمت کم. فارسی شو بزن. Dude, he was saying something. Bro, I just put him to bed. Now I gotta do it again? Dude, that thing isn't what you think. He threatened me. پارکر کامل کسخل شده. پارکر میگه اصلا چیزی نمیکنه بهمون. من میرم اینو بخوابونم. Bro, he escaped. I don't feel safe. We gotta lock him up. Okay, whatever. What? Okay, thank you. باز برگردوندنشون زیر زمین. چیز کلونه رو میگه الان باید اینو چیزش کنیم. قفلش کردن، یعنی یه قفلی هم براش زدن. خب برگرد فکر کنم قفل زدن، زنجیرش کردن و دوباره هم دارم برمیگردم بالا. بیگو تو بچه ما رفتیم دوباره بخوابیم. معنیش این میشه ساعت 2:21 شبه. خدا این کلونه یه کاری میکنه. ببینید دیگه شما. این دوباره در میره. بیا باز کن، زود باش، زنجیرتو باز کن. خواهیم اتفاقای فریک ببینیم. مثل همیشه اگه دوست دارید ویدیوهای دارک به بیرو سابسکرایب کنید. عشق منید، دوستتون دارم. ماری دارک. یا خدا وحشی شد. به خدا وحشی شد این بار. خدا که وحشی شده میخواد پاره کنه همه رو. یعنی قفسشون هم به توس بنده. جالب اینجاست. بازم برگشت به آشپزخونه.
راه رفتنش خیلی عجیبه، راه رفتنش رو دوست دارم. سوسکی داره میره. اوه خدا، کجا داره میره؟ باز برگشت به اتاق. اوه خدا، There's something outside my door. میگه داره میکنه به در من. اوه خدا، Just screaming. I gotta go. Jizzle! Jizzle! داره چی کار میکنه؟ پشمو The fuck? Where'd you going? Really, dude? You were that jealous that he liked me more, or what? Dude, that thing was dangerous. It attacked me. I'm hurt. داره با داداشش دعوا میکنه. For once in my life, I finally felt like I had a family, and you drove him away. What about me? I'm your family. You just hate seeing me happy. What? کسچر داره میگه بهش. Parker, come back. نمیدونم تو حسودیت میشد بهش. خب آقا مثل همیشه دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید و عشق منید، دوستتون دارم. اگه از ویدیو خوشتون اومد یه لایک بزنید، یه کامنت مشتی برام بذارید. خب قربونتون برم. این تا اینجا آقا این هفته اسباب کشی میکنم خونه جدیدم، یعنی دیگه برمیگردیم به روزایی که یک در میون ویدیو داشتیم. برمیگردیم یعنی محاسبه های دارک وبی میذارم، خرید دارک وبی میذارم، جستجوی دارک وبی میذارم، آموزش میذارم براتون. خودم هم که الان من نزدیک 3-4 ماه اومدم آلمان. خب یعنی دیگه کلا من آلمان زندگی میکنم. ایشالله اگه خدا بخواد اینجا فرصتشو دارم خرید میزنیم، میستری باکس های دارک وبی براتون میگیرم. خیلی چیزا هستش که دارک وب قابل خرید. خب ایران هم البته میشه خرید زد، خب نمیگم نه، ولی اون زمان من نمیتونستم. ولی ان شاءالله اینجا خرید میذارم براتون، ویدیوهاشو میگیرم اگه حمایت کنید. دوستتون دارم. چیزی هم تا 2000 تا نمونده. عشق منید، موری دارک هستم و دهتون گرم.